ابراهیم بیا روشن کنین سابرده رو ببینیم این هوش مصنوعی که میگن چیه. عظما جان، من سوادم به روشن کردن اینجور چیزها که نمیکشه. ای خاک بر سرت، اما کجایی؟ ما همین یه هوش طبیعی رو دستمون مونده، آخه هوش مصنوعی به چه دردمون میخوره؟ عظما روشن شد، خودش روشن شد. خب ازش بپرس موقع استراتژیک نظام چی میگه؟ عظما جان، من تا بابا نانداد بیشتر نخوندم، استراتژیک و بلد نیستم بنویسم. بابا شما من را خفه کرد. نمیخواد تایپ کنید. بنالید ببینم چه سوالی دارید. یک جمله زیبا در وصف مقام عظمای ولایت بگو. اون که دستش چلاقه، قاتل شاچراغه. چی میگه این اغتشاشگر؟ بدم اعدامش کنن قربان. خبه بمیر بابا، تقصیر توه که این سوالا رو پرسیدی. یه سوال دیگه بپرس، بگو برای مهار تورم چیکار باید بکنیم؟ پیشنهادت چیه؟ حسابهای خودتو مشتبه رو خالی کن. جیبهای پاسداران رو خالی کن. پولها رو از بانکهای خارجی بیرون بکش. پولهایی که به سوریه و عراق و لبنان و یمن و کلا تمام مصیبت‌های مردم ایران مثل همین تورم در بودن جسم ناقص توست. تو گورت را گم کنی همه چیز درست میشه. بزه بابا، فهمیدیم. بزه که باید هیجه گوشها رو صدا کنم تو درست جواب بده. ابراهیم حالا تو یه سوال بپرس. سوال الان یک سوال دانش بنیان میکنم. من کی میرم کلاس هفتم؟ همه منابعم را بررسی کردم. اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد. ابراهیم خاک بر سرت، هوش مصنوعی هم جلوت قاط زد. خب بگو ببینم وضع اوضاع نظاممون چی میشه؟ بالاخره اغتشاشات تموم میشه یا نه؟ امسال سال آخر خامنه‌ای باید بره. حدشون ابراهیم چی میگه این؟ حدشون. عظما جان، من به فدای آن گوزمانت چطوری قطع کنم؟ خب من که گفتم سوادم به این چیزا نمیکشه. خامنه‌ای باید بره. امسال سال آخر